زنی که از شوهرش طلاق نگرفته میرود با مرد دیگری نکاح میکنه، خانه شوهرش پرتفته، در بین اونها نکاح وجود نداره، نکاح اونها باطله. بعضی زنهایی هستند که همین یک کمی قهر قطعی همسرش خونه اوچش میگریزه میروه، از خونه اوچش میبینی یک پرخر دیگر یافت قطعی نکاح کرد برفت. همون مردم همون ملای نکاحگرم فن میکنن که من ای شوهرم جدا شدگیم میگه، اون ملا رو هم اگجو میفهمه. اون مردی که مثال با این زنی نوبکار ازدواج میکنه نکاح میکنه او رو هم اگجو میفهمه، دو بار شیطانی بکنه با که من ای شوهرم جدا شدگیم اون رو دیگه باورش میکنه دیگه. خب در نتیجه حیات این زن و حیات اون مرد با زنا سپری میشوه. وای بر حال همین خیلی زنی که خانه شوهرش طلاق نگرفته ترک میکنه. شما تصور کنید که یک زن طبق روایات حدیث وقتی که یک زن همسر حلالی خودش به همخوابگی دعوتش کنه و این زن رد کنه، شوهرش غضبناک خوب کنه تا صبح ملائکه های خداوند همین زن لعنت میکنه. پس حال اون زنی که مثلا خیانت کرده از خانه شوهرش میبره میروه با مرد دیگری نکاح میکنه، حال او چی میشوه؟ سبحان الله. عاقبت این خیلی زنها خیلی خطرناکه. این خیلی زنها روز حساب و جزا را فراموش کردگیان. والله قسم همون روزی که در پیشگاه الله این خیلی زن قائم میشوه و الله رب العالمین او را از همین گناه کبیره میپرسه که چرا شوهرت خیانت کردی، چرا با یک مرد دیگر او را فریب کرده، او را با اون نکاح کردی به گفته خودت، این زن چی جواب میداده باشه؟ سبحان الله. شما تصور نمیکنه که لعنت چی معنا داره؟ اگر ملائکه لعنتت بکنه، الله لعنتت بکنه چی میشوه؟ لعنت معناش از رحمت الله دور بودنه. این زنهایی که همین کارا میکنی از الله بترسه، آخرت خودتون نسوزونه به خاطر دنیای دو روزه فریبگار.